سلام به همگی. امروز میخوام طرز ساخت تکسچر دستساز رو بهتون آموزش بدم که میتونید توی خونه به راحتی بسازین و ازش استفاده کنید. اگر خواستین از تکسچرهای آماده خریداری کنید میتونید از تکسچر سرامیک مارک رپین یا دانکار یا فلوراس خریداری کنید. ولی اگر که این تکسچر رو نداشتین و نتونستین تهیه کنید خودتون میتونید به راحتی بسازینش. هیچ فرقی هم با این تکسچرهای آماده نداره. احتیاج دارید به پودر مل و چسب چوب شمال. پودر ملتون رو حتما باید الک کنید. من الک کردم. احتیاج داریم به یک پیمانه که من از این لیوانای یک بار مصرف استفاده میکنم. نسبتی که باید ترکیب کنید حتما باید مساوی باشه. یعنی اگر شما یک پیمانه پودر مل استفاده میکنید باید یک پیمانه هم چسب چوب بهش اضافه کنید. و اگر که دیدین تکسچرتون یه مقدار سفت شده بهش چسب چوب، یا اگر دیدین که شله میتونید بهش پودر مل اضافه کنید. من یه مقدار کمی رو اینجا برمیدارم تا بهتون آموزش بدم. شما میتونید ترکیب این دوتا مقدار رو از کاردک استفاده کنید. من الان کاردک دستمه، یا از قاشق یا هر چیزی که توی خونه دارین. فقط نکته‌ای که میخوام بگم اینه که حتما باید کاردکتون رو بعد از اینکه کارتون تموم شد بشورین، چون بهش میچسبه و دیگه قابل استفاده نیست اون کاردک. این دوتا مواد با هم ترکیب میکنم. نکته‌ای که میخوام بگم اینه که هر چقدر که شما بیشتر ورز بدین یک بافت خیلی نرم و لطیفی داره و وقتی هم که توی قیف استفاده میکنیم به راحتی از قیف خارج میشه. و غلظتش باید مثل یه حالت ماست چکیده سفت باشه، به این صورت که میبینید. من یه کاریو اینجا براتون اجرا میکنم، ببینید چقدر بافتش عالی شده. امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید و لذت ببرید.